جهانی سپاس از هنرمند جوان و خوش‌آواز قربانعلی سراج و دوستان گرامی، خویش و ارقبان، نزدیکان و پیوندان، قدم زیبای هر کدام شما را نوری دیده تاج بر سر می‌خوانیم. میگیم که آمدید بر توی امروز کیفیت کنید. آمدید بر توی امروز کیفیت کنید، خاطر خود شاد دارید و به هم صحبت کنید. صحبت دوستان به کسی لذت خوب می‌دهد. فکر آبادی و فکر این جمعیت کنید. پاره نانی حلال را خورده با هم دوستان، راه نیک زندگانی را به داماد و عروس فقط نیت کنید. آرزو کنید که خداوند متعال هر دو جفتی به هم مناسب را خوشبخت و سعادتمند گرداند. خوشمنزل و باصفاست اینجا، خوب جای ترفیزاست اینجا، زی آفت زمانه دور بادا، گویا نظر خداست اینجا. امروز خداوند متعال نظر نیک کرد به این خاندان، به عائله صابرفا، و هر کدام ما و شما با همین سبب در این درگاه، در این مسبح، در این لحظه، در این آسمان خورشیدی جمع آمدیم و به هم خورسندی را یک جای استقبال میگیریم. دعا میکنیم که دائم این خانه پر از خنده شود، از وفا مسکن پاینده شود. داماد و عروس با شه بچه نازنین ما شکرالله جان روشنی و نور شود، چشم بد بیند اگر به این خاندان الها هر دو چشمش کور شود. امروز در خاندان خورسندی بالای خورسندی است، یعنی هم بزم جمشیدی است و هم بزم دامادی و عروسی است که صمیمانه از نام خود، از نام اهل هنر، از نام همه باشندگان محفل امروزه با صمیمیت تبریک میگیم. این از همه خواهش میکنم که یک قرصک آسمان کف برای خوشبختی این خاندان شود، که ما همه خوشبختی این خاندان رو میخواهیم. مبارک باشد بار دیگر برای پدر و مادر بزرگ این خاندان، اکای عبدالعلیم و ینگه مهربان ما مادر این خاندان است، صبری گلبانو. خوشبختی و سعادتمندی و خوشروزگاری نصیب این خاندان باشد و همه خویش و اقربان، یار و دوستان، همسایه های نزدیک و دور در این خاندان آمده با دل و نیت نیک مهمان باشد. آرزو میکنیم که در خاندان هر کدام شما همین گونه خوشنودی و سرافرازی نصیب و روزی گشته باشد. شما هم خوشبخت باشید، خوشروز باشید، سرافراز باشید. دوستان عزیز، بار دیگر هر کدام شما رو خوش آمدید میگیم. با سلام و صمیمیت حضور و مقدم شما را نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. میگن شیشتنی دارد سری دسترخوان تاجیکی، مزه دارد خوردن یک بردن نان تاجیکی. ای جوانان درآویزید و سر بالا کنید، از زمین تاجیکی تا آسمان تاجیکی. از نام برادر عزیز و گرامی قدر جمشید جان علی خاندان تبریک میگیم که به خاطر برادر گرامی قدر آمدیم. با صمیمیت بار دیگر مبارک باشد اکو جمشید جان، مبارک باشد. و البته در این لحظه و در این ثانیه های نیک زندگی یگانه نعمتی که برای ما و شما قیمت است این صوت و نوا است که ما به خاطرش آمدیم. زیرا میگه که بی گل و بلبل چمن خوشبوی نیست، بی محبت زندگی خوشروی نیست. آه مطربا ساز و نوا را جور کن، توی بی رقص و ترانه توی نیست. زیبی هر محفل، زیبی هر شادی و فرحی تاجیکانه بجز سرود ترانه و رقص های زیبای شما دیگر چیزی نمیتواند باشد. از این خاطر سخن را کوتاه میکنیم. همه شما رو با ساز و نوای بهترین یک نفر هنرمند جوان و خوش‌آواز ورزاب زمین قربانعلی سراج اینجا آشنا میسازیم. از نام دوستداران صوت و نوای این بلبل شیرین سخن، این حافظ جوان و امیدبخش قربانعلی سراج میگیم. قربانعلی جان دل زنده شود شنیده آوازی تو را، بلبل به چمن مشق کند سازی تو را. تو هستی و هست صحنه ما آباد،
таҳсину ташаккур туро ва устози туро. барои оғози маҳфили имрӯза як қарсак мезанем дӯстони азиз. ҳамаи шуморо бор дигар хушомадед мегем. акои ҷамшедҷон як бор дигар муборак бошад. бо самимият хушомаданд. таби хуш рӯҳи болида барои ҳар кадоми шумо.